توی این مسجد حتی یه تیکه آهنم استفاده نشده. این همه ستون سلام. چه بارونی شد. هوا که عالی، جا فوق العاده، آب و هوا همه چی اینجا عالی. من اصلا فکرشو نمی‌کردم اینقدر بزرگ باشه. واقعا جذابه. خب مسجد وکیل در کنار بازار وکیل توی محیط و بافت تاریخی شیراز. مسجد اینجا رو یه مسجد فوق‌العاده زیبا و جذاب، یعنی آدم کیف میکنه. توی مسجد حتی یه تیکه آهنم استفاده نشده. این همه ستون، این همه فضا، میبینین که سالهاست هست و حس خیلی جالب و جذاب میده. مسجد همچنان فعاله. الان نماز زد و نماز خوند، اذان گفتن و نماز خوندن. محرابشه، عجب محرابی داره. بعد راهروی منتهی به محراب، سقفش و بقیه جاها نگاه، سقفش و بقیه جاها فرق میکنه. جای فوق العاده است. بعد تازه محراب داره، جایی هم داره برای سخنرانی. ببین که پله میخوره، احتمالا امام جماعت اینا میرفته اون بالا نماز میخونه، رفته بالا سخنرانی میکرده. این بخشم خب نماز خوندن. اون برم که این شبستان مسجد خیلی خوشگله، خیلی جذابه. یه سقف اینجا هم ببینید. اینو ببینید. به وسعت ایران.